4,840,000 تومان 35% افزایش پرداخت حق بیمه عیدی دولت به من راننده بود. یعنی از این بهتر نمیشه. دوست داشتم با انرژی بیام بشینم پشت دوربین بهتون عید و تبریک بگم، ولی مخم سوت کشیده. اول فکر کردم شایعه است، گفتم شاید دروغه. بعد که پیگیری کردم دیدم نه بابا، 35% دولت اومده حق بیمه ما رو افزایش داده. چرا باید 2,440,000 تومان من حق بیمه پرداخت کنم با تخفیف دولت؟ اونی که تازه اومده تو این صنف، اونی که به هر دلیلی از این صنف رفته دوباره برگشته شده 4,840,000 تومان. بعد 4,840,000 تومان برای چی پرداخت بکنیم؟ آقا من 4,840,000 تومان اگه هر ماه برم طلا بخرم بذارم یه گوشه‌ای، 25 سال دیگه میلیاردر میشم. اصلا نیازی به تو ندارم. این چه اجباریه که تو برای من داری میذاری؟ بابت کدوم خدماتت؟ آقا من بلند شدم رفتم آزمایش بدم، گفت 900,000 تومان با بیمه‌ای که من دارم. چرا؟ بابا از جون من راننده، از جون این حمل و نقل چی میخوای؟ دنبال چی میگردی شما؟ من دوست داشتم الان پشت این تریبون با انرژی خیلی زیاد صحبت کنم، عیدو با همتون تبریک بگم. زهر مارم شد، کوفتم شد، دردم شد. چه عیدی؟ آقا عیدی که از خانواده‌مون بدوریم، از زندگیمون بدوریم، هزاران کیلومتر باهاشون فاصله داریم. بابت چی باید همچین حق بیمه رو پرداخت کنیم؟ شوخی نیستا. 5 میلیون تومان باید حق بیمه پرداخت کنیم. خیلی حرفه، خیلی عدد بزرگیه. چقدر مگه طرف حقوق میخواد بگیره؟ یه راننده چقدر حقوق داره که بیاد انقدر حق بیمه پرداخت کنه؟ بچه‌ها دوست داشتم اولی پست سال جدیدمون این باشه، ولی واقعا ناراحت شدم. یعنی اصلا هر جور حساب کردم دم نمیشه. آقا دیگه تا کی میخوای بزنی در ما؟ چقدر دیگه اینو میخوای بچسبونه به ما؟ بابا راننده دیگه کمش شکسته هست. چی میخواین از ما دیگه؟ چی میخواین؟ بابا بیاین حقوق شما رو ما پرداخت کنیم دیگه. نشستی اونجا بگو آقا اینقدر باید بده، اینقدر باید مالیات بدی، اینقدر باید حق بیمه بدی، اینقدر باید فلان بدی، اینقدر باید کوف بدی. اون اتحادیه بیشرف اونجا نشستن هیچ کاری نمیکنن. اتحادیه ما تا حالا چه لطفی داشته؟ فقط همین یه هوشمند ما رو زدن. دیگه چیکار کردن برای ما؟ بابا بلنش حرف بزنین دیگه. بلنش حق راننده رو بگیرین. اونجا نشستی چه غلطی میکنی؟ با اعصاب خورده. یعنی واقعا دیوونه شدم، باورتون نمیشه، روانی شدم.